بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. الله طاعت و عبادت های ما و شما را قبول درگاه خویش گرداند. امشب تصمیم گرفتیم به بعضی سوال هایی که از جانب دوستان به ما رسیده است جواب گوییم. با ما هستند استاد ابراهیم سید نوری‌الدین، پژوهشگر علوم اسلامی. استاد عزیز خوش آمدید. خوش باشید دوستی عزیز، خیر و برکت بینید. استاد با اجازه شما شروع میکنم به خواندن سوال ها. بفرمایید. سوال اول، برادری به نام حاتم میپرسد ماه رمضان در کجا و سال چند از طرف کی پیدا شد؟ منظور این برادر فکر کنم استاد فرض گشتن روزه ماه شریف رمضان است. بله. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ستایش خداوند یکتا را و درود و پیام پیامبر مصطفی را. و بعد البته خوب است، تحسین گفتنی است که مسلمان از تاریخ یک عبادت، از جایگاه اون عبادت سوال کند و بپرسد که کی فرض شده، از جانب کی و چگونه، تاریخش چی است، حکمت و فلسفهش چی است. در رابطه با جواب این سوال برادر گفتنی هستیم که روزداری ماه رمضان البته از جانب خداوند فرض شده، مثل هر عبادت دیگری. تنها خداوند است که بر بندگانش طرز انجام عبادت را برای آنها تعلیم می‌دهد، می‌آموزد. هیچ کسی بجز خدا حق ندارد که یک نوع عبادت از خود ایجاد کند، اختراع کند. بنابراین روزداری نیز مثل بقیه عبادت ها از جانب پروردگار بر بنده ها فرض و حتمی گشته. در سال تاریخی فرض شدنش در سال دوم هجری، یعنی سال دومی که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد، از مکه مکرمه به مدینه منوره رحلت کردند، کوچیدند. در سال دومی که در مدینه عمر به سر می بردند این عبادت فرض گشت. خداوند عزوجل در قرآن کریم در این مورد فرموده: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما روزداری حتمی شد، اما گونه که بر امتان قبلی نیز حتمی بود، فرض بود، به خاطر که به انجام این عبادت به مقام تقواداری رسید. و در آیه پایان فمن شهید منکم الشهر فلیصمه میگوید خداوند عزوجل، هر کسی که به این ماه رسد، صحت و سلامت به ماه رمضان که رسد، فلیصمه، پس حتما باید این ماه را روزه گیرد. بله، در سال دوم هجری ماه شعبان در مدینه منوره از سوی پروردگار برای بنده ها فرض شد. بله دوستان. استاد، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 سال روزه گرفتن؟ بله، از سال دوم شروع کرده تا سال 10 سال وفاتشان علیه السلام، آنگونه که علما ذکر کردن 9 رمضان روزه داشتن. بله. استاد، سوال نوبتی. خب اینجا چند سوالی داریم که به همدیگر بسیار مانندند. برادر به نام عبدالله سوال کرده است که ها میتوانند روزه نگیرند. و برادر دیگر به نام عالم جان سوال کرده است شخصانی که بیماری قند دارند و به گفته طبیبان هر 3 ساعت پس باید چیزی تناول کنند. در این مسئله کمی شرح میانداختید. و به همین سوال مانند خواهر به نام عایشه سعید سوال کرده است در رمضان شخصانی که کسری قند دارند چی باید کنند؟
بله دوستی عزیز، پیش از این که به این سوال ها جواب گوییم جا دارد که این نقطه را قید کنیم که یکی از قاعده های کلی در شریعت اسلام این است که این شریعت برای انسان همیشه آسانی میخواهد. این قاعده را یکی از 5 قاعده نام بردن فقها که همه احکام شریعت مبنا بر این 5 قاعده کلی است و تعبیر میکنن از این قاعده به جمله المشقت تجلب التیسیر. مشقت همیشه آسانی می آورد. یعنی انسان وقتا بنده مومن وقتا که در حالت مشقت دشواری قرار می گیرد حتما شریعت برای او احکام استثنایی مشروع می کند، حتما برای او احکام استثنایی دارد که او را از آن مشقت بیرون می کند، برای او آسانی می آورد. و این قاعده کلی که هزارها بلکه صدها هزار مسئله در زیر این درج می شود از مضمون آیه های قرآن برگرفته شده. در خود آیه های روزه، آیه هایی که روزه فرضیت روزه ثابت شده اگر بنگریم، خداوند در این آیات ها فرموده یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند برای شما آسانی می خواهد. باز این معنا را دوباره تأکید کرده فرموده برای شما دشواری نمی خواهد. اینچنین در سوره حج فرموده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در دین شما هیچ حرج، هیچ گونه مشقت خداوند قرار نداده. در خود سوره بقره در آیه های آخرش خداوند فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند هیچ بنده را از اندازه قدرت و تواناییش بیرون یا بالاتر چیزی طلب نکرده. آنچه که خداوند تکلیف کرده فرموده همه در دایره قدرت و توان بنده است. به این خاطر علما میگویند التکلیف دلیل الاستطاعه. مکلف سازی خداوند دلیل این است که آن فرموده خدا را بنده میتواند، یعنی هر چیزی را که خداوند فرض گردانیده از بنده طلب کرده دلیل بر آن است که بنده توان انجام آن چیز را دارد. بله. خب برمیگردیم به مسئله روزه‌داری و شخصانی که میتوانند روزه نگیرند. بله. این مسئله به همین قاعده تکیه میکند. یعنی کسانی هستند که صاحب عذرند، کسانی هستند که روزه‌داری برای آنها باعث مشقت میگردد، پس باید برای آنها احکام خاص شریعت داشته باشد که البته دارد. در خود آیه روزه خداوند فرموده فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. به همه فرض گردانده روزه‌داری را، اما استثناء کرده 2 طایفه مردم را که اگر نفرانی که در این ماه بیمار باشند، فمن كان منكم مريضا، اگر بیمار باشند، او على سفر، یا در حالت سفر باشند، که هر 2 حالتی است که انسان غالبا مشقت میکشد. طبیعی است دیگر، در حالت بیماری، در حالت مسافرت. خداوند برای اینها و این کسانی دیگر که حالا ذکر خواهیم کرد رخصت داده که روزهشان را خورند. فعدة من ایام اخر، یعنی میتوانند روزهشان را در رمضان خورند و به همین عدد روزها، چند روزی که بیمار باشند، چند روزی که در سفر باشند، به همین عدد روزها در غیر رمضان میتوانند که روزه گیرند. حتی اگر آن روزها روزهای کوتاه هم باشد، روزهای زمستان هم باشد، خیلی سلقین و خیلی آسان هم سپری شوند، اگر روزه گیرد در عوض همان 5 روزی که مثلا در رمضان بیمار شده بود یا به سفر برآمده بود، همان 5 روزی که در غیر رمضان روزه میگیرد، جبران این 5 روزی روزهش را خورده در رمضان جای این را میگیرد، جبران این میشود. یعنی پس کسانی که میتوانند روزهشان را خورند، از خود این آیت برمی آید، آموخته می شود، دانسته می شود که بیمار را خداوند ذکر کرده و شخص مسافر را. البته با آن قید و شرط هایی که فقها ذکر کردند که کدام نوع بیماری یا دقیق ترش کدام درجه بیماری برای شخص بیمار
رخصت میدهد که روزش را خورد، یا کدام نوع سفر، مسافه سفر چه مقدار باشد. در رابطه با بیماری باید بیماری چنان بیماری باشد که روزه‌داری بیماری او را زیاد میکند یا دردی او را شدت میبخشد یا صحت شوی او را به تأخیر میکناند. به همین خاطر در این صورت ها به مصلحت طبیب، البته طبیبی دانشمند که معرفت طبی داشته باشد، باید معین کند که این بیمار اگر روزه گیرد روزه‌داری برای او زیان دارد، یا به تجربه شخصی خودش که قبلا به این بیماری گرفتار شده بود و روزه گرفته بود، روزه‌داری برای او زیان رسانیده بود، یا به مصلحت نفری که عیناً به مثل همین بیماری گرفتار شده و این تجربه را از سر گذرانیده. در این حالت ها شخص بیمار می تواند که روزش را خورد و بعد آنی که صحت می شود، البته غذایی چند روزی که خورده بود ادا می کند. و در عموم کسانی که می توانند روزهشان را خورند 7 طایفه مردم هم دوستی گرامی، 7 طایفه مردم که در آیه کریمه اشاره شد به شخص بیمار و به شخص مسافر. این چنین زنی که در حالت حمل است، در حالت حامله داری است، رخصت دارد که روزهش را خورد، البته به این قید که روزه‌داری برای خودش یا برای جنین بطنش زیان داشته باشد، زیان آورد. اگر و شخصی یا مادری که کودکی شیرخوار دارد می تواند که روزهش را خورد به خاطر تأمین غذای کودک. این چنین شخصی پیرانسال، از اندازه زیاد پیر شده باشد، توانی روزه داشتن نداشته باشد، چی پیرمرد یا چی پیرزن، اینها مرخصاً می توانند روزهشون را خورند. این چنین شخصی که در حالتی به نهایت سختی گرسنگی یا تشنگی قرار می گیرد که احتمالی فوتیدنش هست یا احتمالی تلف یافتن کدام یک عضوی بدنش است، بله، یا احتمالی آنگونه که فقها قید کردن احتمالی از عقل بیگانه شدنش هست. مثلا در چنین حالتها انسان اگر در حالت شدیدی گرسنگی یا تشنگی قرار گیرد رخصت دارد که روزهش را خورد، حتی اگر خطری احتمالی هلاک شدنش قوی باشد واجب می شود که روزهش را خورد. این چنین یعنی این مسئله به بیمار هم نیز تعلق دارد. بیماری باشد که بیماری نه فقط زیان بلکه او را به هلاکت میبرد، روزه داشتن او قطعا ممنوع است و فرض است که روزهش را خورد. بله، این چنین شخصی که زیر اجبار قرار میگیرد، زیر اجبار و تهدید قتل یا تهدید تلف یافتن کدام یک عضوش، برای این نفر شریعت رخصت میدهد که روزهش را خورد. بله استاد، در ضمن آنهایی که اجازه دارند روزه خود را افطار کنند، شما مسافر را نام بردید. مسافر، بله، اینجا سوال پیش می آید که یک نفر در زمانهای گذشته وقتی که سفر میکرد، وسایل سفر اونها یا پای پیاده بود یا با شتر و اسب بود، اما امروز مسافر وقتی که سفر میکند استفاده از طیاره و از سیاره، یعنی از ماشین ها و وسایل امروزه استفاده میکنه و این مشقت در این قریب که دیده نمیشود. استاد، بله دوستی عزیز، مسئله سفر از مسئله بیماری فرقش همین است که سفر صرف نظر که سفر مشقت است یا راحت، حتی با وسایل معاصر هم باشد، سفر از مشقت خالی نیست غالبا. یعنی بنابراین شریعت جدا نکرده که شخص سفرش مشقت باشد حق دارد روزهش را خورد و شخصی که سفرش سفر راحت باشد باید روزه گیرد. نه، در مسائلی که به مسافر تعلق دارند و از شخص مقیم تا شخص مسافر فرق میکنند، مسئله قصر یعنی کوتاه خواندن نمازش، مسئله افطار کردن روزهش، مسئله ساقط شدن فرضیت نماز جمعه و نمازهای عیدین، این مسائلی که به مسافر ربط دارد، هر مسافری که به سفر براید، البته مسافه شرعی، مسافه که شریعت معین کرده، اون مسافه را طی کند به شرطی یا طی کردنی باشد، دقیق ترش مسافر می شود. همین که از آخران خانه های شهرش بیرون شود مسافر می شود. فرق ندارد که دیگران
سفرش مشقت دارد یا اینکه سفری راحت است میتواند روزه‌اش را خورد. بله، لیکن اینجا یک قید است که جا دارد بیان کرده شود. دوستی عزیز، شخص مسافر برای اینکه آن روز روزش را رخصت داشته باشد که خورد، باید پیش از طلوع فجر، پیش از صبح صادق دمیدن به سفر برآمده باشد. به معنی که از دیروز در سفر باشد، امروز میتواند خورد، یا شب الکی به راه برآمده باشد میتواند روزش را خورد. اما اگر صبح طلوع کرده باشد یا نصف روز الکی گذشته باشد و به سفر برآمده باشد، طبق مذهب حنفی آنگونه که امام ها قید کردن در سرچشمه های فقه، آن شخص باید که آن روزهش را به اتمام رساند تا به آخر روزه گیرد. حق ندارد، نمیتواند که روزهش را خورد. از روز دیگر بعد میتواند که افطار کند. یعنی بله، مسافه سفر دوستی گرامی، مسافه سفر را فقهای معاصر به این حساب کیلومتر 89 کیلومتر معین کردن. از جمله مثلا دکتر وحبت زهیری در موسوعه فقه اسلامی، این دانشنامه معروف فقهی خود، 89 کیلومتر گفتن. بعضی فقهای دیگر البته 83 گفتن، بعضی دیگر 85. یعنی از 83 تا 89 در این دانشنامه معتبر و از جانب این فقیه دقیق نظر مسافه سفر 89 کیلومتر بیان شده. بله. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید دوست عزیز، خیر و برکت نصیبتون. بله استاد، سوال نوبتی، خواهر سوال کردند. انسانی که تهمت تحقیر میکند، فریب میکند، حق دیگران را میخورد، مردم آزار است، روزه گرفتنش جایز است؟ روزه او قبول میشود؟ روزداران را افطار دادنش درست است؟ دوستی عزیز، روزه حقیقی همان روزه است که انسان را تربیه کند، انسان را خوش اخلاق کند. روزه حقیقی همان روزه است که آن مرام و مقصدی که خداوند از روزه‌داری معین کرده، لعلکم تتقون گفته، برای شما روزه‌داری حتمی شد، فرض شد به خاطری که اهل تقوا گردید. روزه حقیقی آن است که مرام و مقصد از آن حاصل گردد. اونایی که شخص روزه‌دار به هر روزی که روزه میگیرد به خداوند نزدیکتر شود و از این مردم آزاری و این گناهایی که نامبر شد که گناههای کبیره هستند هر روز دورتر شود. این چنین به هر عبادتی، یعنی به نماز خواندن و روزه گرفتن و حج کردن و به هر عبادتی که انسان مومن برای خدا انجام میدهد به خدا رو می آرد، باید که از کارهایی که خداوند ممنوع گفته، حرام گفته و سبب هلاک شدن شخص در آخرت گفته باید پرهیز کند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کردن میتوان گفت که جواب این سوال برای ما گفتند. جواب این سوال را در این حدیث میتوان پیدا کرد. روز فرستاده خدا علیه السلام به یاران بزرگوارشون گفتن اتدرون من المفلس؟ آیا میدانید که مفلس کیست؟ مفلس شخصی یعنی که هیچ چیز ندارد، از همه چیز یعنی محروم شده. به این خاطر در نگاه یاران آن گونه که در نزد ما آن معنا را دارد در نزد آنها هم همین معنا را داشت و در جواب گفتن که المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس کسی را میگوییم ما، کسی را میشناسیم آن نفری را مفلس میدانیم که نه متاعی دارد، نه مالی دارد، نه چیزی دارد. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم اینجا مفلسی حقیقی را برای یارانشان معرفی کردن و برای ما اینچنین گفتن ولکن المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة و معه صلاة و صیام و کذا و کذا، عبادت های دیگری را نامبر کردن. مفلس از امت من آن است که روز قیامت نزد خدا می آید در حالی که همراه خود نماز دارد، روزه دارد. روزه ذکر شده در این حدیث اتفاقا. نماز گذاریده، روزه گرفته و حج کرده و عبادت های زیاده انجام داده، ولکن
شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا. ولكن متاسفانه این کارهایی که الان نامبر شد در سوال این خواهر، این نفر انجام داده. یکی را ضرب کرده، یکی را به زبانش آزار داده، یکی را تهمت کرده، یکی را بهتان زده. همه این کارهای زشت که به حقوق مردم تعلق دارند را انجام داده. متاسفانه انسان اگر کوتاهیش بین خود و بین خداوند باشه، کارش آسان است. کارش آسان است. اگر به صدق توبه کرده نزد خدا رود، امید زیاد است که خدا بپذیرد، توبه او را قبول کند. گرچنده نباید انسان به تکیه کند به عفو و رحمت خدا و طاعت انجام ندهد. البته این شکلم این گونه بندگی هم خطاست و این گونه معرفت خدا معرفت غلط است. اما در مقایسه به حقوق بندگان، انسان اگر در حقوق خدا کوتاهی داشته باشد، حالش بخیر است. به معنایی که اگر نفر بنده مؤمن را آزار داده باشد، او را ضرب کرده باشد، او را تهمت و بهتان زده باشد، کارش خیلی خطر دارد، حالش خیلی حالی وخیم است در آخرت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث که حدیث صحیح است، تکرار میکنیم، امام مسلم روایت کردن از روایات حضرت ابو هریره، گفتن فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. این نفری که با نماز و روزه زیاد نزد خدا آمده، عین حال با مردم آزاری زیاده، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن از نیکی های او گرفته و مظلومان داده می شود. با آن نفری که او را زده بود، با آن نفری که او را غیبت کرده بود، با آن نفری که مال او را خورده بود، از نیکی هایش، از ثواب نماز و روزش به آنها داده می شود. و این فنیت حسناته، اگر نیکی هایش تمام شود چی؟ اگر نیکی هایش تمام شود اما مظلوم ها حالا باقی مانده باشند، از بدی های آنها گرفته در نامه اعمال او در ترازوی او جمع کرده می شود و در آتش جهنم انداخته می شود. والعیاذ بالله. خدا را پناه. یعنی ببینیم نفری که روزه می گیرد، نماز می خواند، اما از این کارهای زشت که خیلی زشتند در نزد خدا دست نمی کشد، مردم آزاری می کند، مال مردم می خورد، فریب و نیرنگ می کند، این کارها البته در ترازوی اعمالی بدش ضم می شود و این روزه و نمازش البته در ترازوی نامه اعمال نیکش، در ترازوی کارهای خوبش ضم می شود. بله، اما سوال اینجاست که کدام این برتری می کند، کدام این وزنی می کند. بعضا می شود که انسان به یک حق کسی را پایمال کردن خیلی از نماز و روزه اش را از دست دهد. مثلا غیبت، بار حسن بصری برای یک نفر شنید که این امام جلیل را، این تابعی بزرگوار را، زاهد عصر را شنید که غیبت کرده، یک طبق پر از خرما کرده به خانه او فرستاد. اون نفر حیران شد که این چی است و از کی است. و این امام بزرگوار به این نفر گفتند که من شنیدم که شما مرا غیبت کرده اید، یعنی شما نیکی های خود را به من تحفه کردید، منم در مقابل خواستم به شما چیزی تحفه کنم، این خرما را از من، این طبق خرما را از من پذیرید. به این خاطر نفری عاقل، شخص خردمند، مؤمنی بیداردل نباید عبادت کند و زحمت کشد، گرسنه و تشنه نشیند تا بیگاه از چیزهای حلال دست کشد، اما در مقابل به کارهای، به تصرفهای ناجای این همه زحمت خود را برهدر سازد، این همه خیرمنی از طاعت و ثواب جمع کرده خود را آتش زند. این کار شخص عاقل نیست اصلا. بله دوستان. استاد، واقعا این حدیث برای شخص مؤمن واقعی حدیثی تکان دهنده است. بله، در حقیقت چنین است دوستان. حدیث واقعا شخص مؤمن را، هر شخص بیداردل را وادار میکند که در مناسبت با مردم خیلی مراقب باشد و این حدیث را قانون خود قرار داده، سپس با مردم در معامله باشد تا مبادا سرمایه اصلی خود که آن ثواب و آن اجری که از طاعتها به زحمت که جمع آوری میکند، بر رعایت نکردن حق مردم
مبادا آن اجر و ثواب را بر هدر نسازد. بله. تشکر زیاد استاد عزیز، خیر ببینید. سلامت باشید دوستی ارجمند، شما نیز خیر و برکت بینید. امیدوارم از این نشستی ما بینندگان بهره گرفته باشند. کاش چنین باشد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به آخر برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهبان ما و شما. خدا حافظ.